پرسید سست این سال نظر به سال گذشته را من احوال کروب گشتی کروب کردگی اینجا نه کسال زده استش از سبب چی؟ از سبب گرم بودن اقلیم های این باید اساسا در شب بخوره هم محصولات ما از سبب که شب بودن نمیتونیم عموم بسیار میبینیم یکمش شب ده او هم کمچینه و ما روزانه که او میمونه هم چیزا محصولات ما را کسل میزنه از سبب چی؟ از سبب که به هوای گرم او میمونه هم چیزا همین سبب این چیزا کسل میزنه و همین از سبب که این محصولات که نمیشد بعد مردم هم در دلشون خنک میشه هم چیز بعد نخیزم رو به مهاجرت میکنن خیزم میرن ظرفیت میکنی این سر آنو چیز نمیشه تمام حسابی که گوه که تمام شدگی هست و هم دل خنک شدگی است خیلی پریبل نیست گفتی وای که ما این محصولات هم میکنه کارگر میداریم وابشه با جای فایده او بیتکو وارد است نمیگه که 30 سوتیق زمین ما همین سال پیاز خوریدم همین 30 سوتیق دام 1 تن پیاز شیندگی ما میاکا 10 تن پیاز هر سال میچیندیم این پیاز همین زمین چیزی لش کردم گفتی او که نمیگه وجدات کسیم که او اکثر میتیان نه او نه سکم یا کاری همین زمین به کار استراگی همین وقتی که او باشه با ما گیریم یگام چیز دیگه کار ماش نمیگه که پرابلم او واکا او نه پلان میتیان سر میتیان میگه او سر میتیان باش